قربانی همتون. آنجا تکلیف کردن که شیرپوله چکچکان آهی شبیه زرفشان باز برای گل دختره زرفشان. قربانی همتون شما زنده باشید. شیرپوله چکچکان آهی شبیه زرفشان شیرپوله چکچکان آهی شبیه زرفشان دوستان عزیز، والدم جا ایستاد ایباد ربی باور کنید یک سرودی نام آوردن، 4 سرودی نام آوردن برای من. از روی کاغذ هم باشد خوانده میدیم، یک کشی خوانده میدیم با آهنگ استاد. خدا کنه جایشان جنت باشد. برای عالم جان بگویید، برای آرای همه آدم میبخشم میسازم. قربانی همتون. خدا کنند جای استاد را جنت کنند. آهنگ هم پس باور کنید من با این قدر هم خواندن نمیتونم، یک گیلاش کار خوانده میتونم. قربانی همتون. دو چشمی پر خماری تو مرا کش، نگاهی پر شراب ریت مرا کش. دو چشمی پر خمار ریت مرا کش، نگاهی پر شراب ریت مرا کش. و یادی من نخون تی
تا سحرگاه دلی شب زیده داری تو مرا کن دلی شب زیده داری تو مرا کن هجری تو بهاری من خزان شد شکوهی نو بهاری تو مرا کش شکوهی نو بهاری تو مرا کش نمیدانم شما روزی ماند امیدی به شما ریتو مراک امیدی به شما ریتو مراک امیدی پر شما ریتو مراک دو چشمی بود خمار دی تو مرا کن چه به شهدی لبا نتاخ کامم لبانی شهداری تو مرا کش بکویدم مرا آوار کردی صفایی کورساری تو مرا کش صفایی کورساری تو مرا کش ایبادالله مرا هی تو نشستم ندانی این تیزاری تو مرا کش ندانی این تیزاری تو مرا قربان من معذرت می‌خواستم بچین که من بار دیگر میگویم که استاد عزیز جایشان جانب باشه. یک سرود همراه اسمت الله خالق تیار کرده بودیم گلی جان باز آمده ایسری خسار آمده چون که از بس که امروز استاد هستم من خودم تنها خوانده میتونم مرحبا استودیو رفتیم مرحبا باز آمدی یک سری خواستان آمدی یا بگیر شدی بدی میدنی یار آمدی داری جان باز آمدی یک سری خواستان آمدی یا
گلی جان باز آمدی ای سری باز آمدی یا پیگیر شدی مدینه یار آمدی گلی جان باز آمدی ای سری باز آمدی یا پیگیر شدی مدینه یار آمدی یا پیگیر شدی مدینه یار آمدی جان باز آمدی ای سری باز آمدی یا پیگیر شدی مدینه یار آمدی گلی جان باز آمدی ای سری باز آمدی یا پیگیر شدی مدینه یار آمدی یا پیگیر شدی مدینه یار آمدی قربانی آمدون شما و البته اینجا که هنرمندان از پایتخت عزیزمون از شهر دوشنبه از انسمبل خیلی مشهور از انسمبل صدای شهر اینجا تشریف دارند میخوان که با مطربان خوشنوا شما را آشنا بسازند. در سینتزاتر مختار آدینایف، در سوز غیجر مراجعون قاسیمه، در سوزهای نفسی دیلوبر خلیمه، دلشاد مراده، دایره‌در سعیدجان کنجایف و در سینتزاتر راهبر موسیقی انسمبل توشه بهرامجان. مخلصان صنعت بالا، هر یک هنرمند برای در صحنه بهر مخلصان خویش هنرنمایی کردن چقدر تلاش می‌ورزد، چقدر زحمت ها می‌کشد و نگفته نماند که مهر و محبت صنعت هنرمندی در دل هر یک هنرمند از آبان کودکی پایدار می‌گردد که این رو ما در سیما و در سروده های هنرمند دوست داشته خود ارکین آدینایف مشاهده میکنیم. ارکین آدینایف یکی از هنرمندان می باشند که امروز در پایتخت عزیزمون خیلی که در آغاز امروزه برنامه بگفتیم در انسمبل صدای شهر که نزد وزارت جمهوری تاجیکستان فعالیت دارند و از نام همه شما اگرچند برنامه کنسرتی ادامه دارد همه مطربان و این هنرمندی که از پایتخت قدم رنجه نمودند به سرزمین پاک محضر آریان و پنجکیت باستانی خیر مقدم میگوییم و آرزوی آن را داریم که همیشه قله‌های بلندی صنعت نصیب ایشان بگردد. یک قرصک بلند به افتخار همین هنرمندان. سلامت باشتان و امروز اگرچه میشد از طرف مردم بیشتر کفگیری های بلند میشد به خاطر مادران، به خاطر خواهران، به خاطر خانم های خود زنده باشه و باوری کامل دارم که هر یک شما مادر خیش را خیلا و خیلاها دوستش میداره. مادر را شیری سفیدم داده، دنیا با امید است و امیدم داده، تا بر سری من چی آید از بیش و کمی، تو در سری گهواره نویدم داده. و نگفته نماند که مادران ما بزرگ هستند زیرا به هیچ زیر قدم ایشان است و ارکین آدینایف که هنرمند دوست داشته شماست سرود محض